به کسی بیشتر از 2 بار زنگ نزن و به پیام دادن ادامه نده. کجایی؟ نگرانت شدم. کافیه 1 بار فرستادی. با هیچ کس بیشتر از 1 بار زمانی که آنلاین چت نکن. اگه میخواست باهات حرف بزنه سرگرم یکی دیگه نمیشد. دنبال اونایی که بدون مقدمه یهویی رفتن نرو. اگه میخواستنت پیشت میموندن. به کسی اصرار نکن که به صحبت کردن با تو ادامه بده، چون اگه میخواست خودش باهات صحبت میکرد. به کسی که فروختت هیچ وقت فرصت برگشت نده. تو بازیچه دست هیچ کس نیستی. با کسی که بهت بدی کرد به خاطر اینکه دوستش داری به آسونی آشتی نکن، چون اون مقصر و اشتباه کرده. اگر قدرتو میدونست در حقت بدی نمیکرد. میدونم سخته، ولی باید قلبی قوی و شخصیتی قوی تر داشته باشی تا اینقدر اشکی رو در نیارن.